بچه ها وقتتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشین. دوباره اومدم یه نکته دیگه رو براتون بگم. حالا بارها این نکته رو شنیدین، ولی این که الان فصل سرماه، حیوونا به ماشینا، موتور ماشینا پناه میبرن. حالا بچه گربه ها پناه میبرن و شما وقتی که یک دفعه ماشین رو روشن میکنین، اینا تو موتور ماشین گیر میکنن. دستشون، پاشون، موهاشون، همه چیشون کنده میشه، پوستشون، حتی ممکنه جونشون رو از دست بدن، به خاطر اینکه یه چند دقیقه گرما رو حس کنن، به خاطر اینکه بتونن تو گرما زندگی بکنن. تو رو خدا صبح که میشه میخواین جایی برید، میخواین ماشینتون رو روشن بکنید، یه چند تا تقه وقتی هم ازتون نمیگیره به ماشین بزنید یا به لاستیکای ماشین، چون زیر لاستیکا هم میرن، به لاستیکا بزنین که اگه گربه‌ای توش هست از اونجا بیاد بیرون و این اتفاق براتون نیفته. هم خودتون رو ناراحت میکنه، هم یه موجود زنده رو جونش رو دارین ازش میگیرید. خیلی ممنون میشم اگه اینو رعایت بکنین، توجه بکنین به حیوانات شهرمون، چون اینا دارن کنار ما زندگی میکنن، اینا همسایه های ما هن، همشهری های ما هن و باید بهشون توجه کنیم. خیلی ممنون، متشکرم.